امروز میخوام در مورد مسئله صحبت کنم که فکر میکنم یکی که عرض کنم شاید بزرگترین مشکل جامعه امروزیه و اون مقایسه است. مقایسه چیه و چرا مقایسه میکنیم؟ خیلی جالبه. ما مقایسه میکنیم چون همیشه از بچگی مقایسه شدیم، چون همیشه زدن تو سرمون، چون بهمون گفتن که همیشه بیشتر بخوا، هیچ وقت راضی نباش و هیچ وقت. خیلی جالبه با بیشتر آدم ها وقتی صحبت میکنید هیچ وقت اون جایگاهی که الان حضور دارن راضی نیستن. یعنی میگن این حق من نیست، من باید یه جای دیگه باشم، این جای من نیست و همیشه ناله کنان، همیشه انگار دارن اذیت میشن، دارن زجر میکشن و غافل از این که زجری وجود نداره. یعنی زندگی قطعا زجر دارد، ولی زجر کشیدن بستگی به خودت داره. زندگی قطعا سختی دارد، قشنگترش اینه، زندگی قطعا سختی دارد ولی زجر کشیدنش بستگی به خودت داره. بستگی به این داره که دنیا رو داری چطوری میبینی، تو چه جایگاهی وایسادی و نگاهت نسبت به دنیا چیه. مقایسه چیزیه که همیشه صورت گرفته، چیزیه که همه عمر برای بیشتر آدما تو سرشون زدن و هیچ وقت طرف اینطوری بوده که خب من کافی نیستم. و به قول مولانا میگه سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. یعنی تمام اون توجه و تمرکز، حواس روی دنیای بیرون، فلانی ماشینش بهتره، فلانی خونش بهتره، فلانی دوربینش بهتره، گوشیش بهتره. این خیلی جالبه. بیشتر آدمای مثلا من با یه سری آدما صحبت میکنم تو همین تهران خودمون، خیلی جالبه. طرف مثلا مشکل مالی داره، واقعا مشکل مالی داره، ولی مثلا میره 60 میلیون 70 میلیون پول آیفون میده. خیلی ها، یعنی عمق فاجعه است. یعنی عمق فاجعه است که طرف مشکل حاد مالی داره، طرف واقعا مشکل داره و 60-70 میلیون میره پول آیفون میده به خاطر نظر مردم، به خاطر حرف مردم و به خاطر اینکه بگه من آیفون دارم. ببینید اینا از یه منظر دیگه‌ای به این قضایا نگاه کنید خیلی یعنی اصلا دنیای قشنگی میشه اگر همه از این زوم دوربینه رو دور کنند و به عمق فاجعه نگاه کنند که ما یه سری ربات شدیم که مخصوصا در مورد مسئله مقایسه کردن که به ما گفتن این خوبه این کار رو انجام بده، این بده اینو انجام نده، پیشرفت کن، برای موفقیت تلاش کن و اصلا هیچ کدوم از این همه این تعاریف ناقصن. اصلا یکی هم من بپرسه، من که نه، ولی از یکی دیگه مثلا بپرسید خب مثلا موفقیت یعنی چی، میگه نمیدونم. یا مثلا میگه خب موفقیت یعنی که خب مثلا ماشین خوبی داشته باشی، پولدار باشی، نمیدونم مهمونیای قشنگ بری، گوشی آنچنانی دست، این یعنی موفقیت. ماشینت خوب باشه، مسافرت این یعنی موفقیت. و خب اینو ما اصلا این خب اوکی عالی، من اصلا مخالف هیچ کدوم از اینا نیستم، ولی یه جنبه درونی داریم که اصلا کلا فراموش کردیم. این که چقدر تو خانوادت احساس خوشحالی میکنی، این که چقدر از درون واقعا خوشحالی، چقدر حضور داری، چقدر لحظه و ژرفنای زندگی رو به معنای اعم کلمه داری زیست میکنی. و این درده دیگه. یعنی این که فقط ببینی که طرف چی داره و هیچ کدوم از اینا هویت نیست.
هویت بخش ماهوی وجوده. هویت چیزی که واقعا هستی و هیچ کدوم از اینا شما نیستید. هیچ کدوم از اینا هم بد نیست، ولی وقتی تو چیزی که هستی رو هنوز پیدا نکردی داری چی کار میکنی؟ اصلا کجایی؟ اصلا میدونی داری چی کار میکنی؟ نمیدونن. بیشتر آدم ها نمیدونن. اصلا طرف صبح بلند میشه زنگ میزنه به مادرش، وای من بدبختم، من بیچارم، من شوهرم اینطوریه. چرا بابا؟ همه که اینا فرکانسی وایبریشن، تو داری یه چیزی رو خلق میکنی، داری منیفست میکنی، داری یک چیزی رو به جهان، یک انرژی رو داری به جهان تزریق میکنی. چی کار داری میکنی؟ حواست کجاست؟ بعد اصلا چرا مثلا صبح مثلا هنوز سر حال نشده میگه اول زنگ بزنم به مادرم، مثلا قور بزنم، بعد میگه خب من اینطوری دارم مثلا چیز میشم، درد و دل میکنم. خنده داره. It's hilarious. It's bullshit. اصلا خنده داره دیگه. به عمق ماجرا پی ببری اصلا میپاشی از خنده که طرف اینطوری داره زندگی میکنه، اینطوری داره زندگی میکنه و نمیدونه. و همه اینا از جایی میاد که خودش رو پیدا نکرد. یک کلمه است، خودش رو پیدا نکرده. کجا وایستادی؟ چی کار داری میکنی با زندگیت؟ چی کار دارین میکنیم با زندگیتون؟ چی کار دارین میکنیم با زندگیتون؟ طرف اصلا شما بیشتر آدمایی که سیگار میکشن رو بهشون دقت کنید. خیلی جالبه. برید و به آدمایی که سیگار میکشن دقت کنید. همین شکلی الکی، بیشتر وقتا الکی، از رو عادته. بهشم بگی چطوری شد که سیگاری شدی، میگه مثلا یه روز شروع کردیم مثلا همین شکلی. میدونی همین شکلی زندگی میکنیم و بعدش هم میمیریم. خیلی 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 قشنگه ها. یعنی همین شکلی ازدواج کردم، همین شکلی مثلا نمیدونم چی شد رفتم مثلا اینجا، همین شکلی سیگاری شدم، همین شکلی گلی شدم، همین شکلی تو اینستا روزی 4-5 ساعت وقتمو میگذرونم، همین شکلی مثلا و همین شکلی هم میمیری. بابا آخه حواس کجاست؟ این همین شکلی هاست که ما رو بیچاره کرده. 50% کسایی که ازدواج نکردن، 50 این آماره، این واقعا این آمار حقیقیه. اصلا نیازی هم نداره که حقیقی باشه یا حقیقی نباشه. شما خودتون به جامعه نگاه کنید میتونید این قضیه رو با پوست و گوشت و استخونتون درک کنید. 50% کسایی که ازدواج نکردن دارن مینالن از این که چرا ما ازدواج نکردیم و 50% کسایی که ازدواج کردن مینالن که چرا ما ازدواج کردیم. این چه غلطی بود ما کردیم؟ مشکل چیه؟ این همین شکلی ها، اینطوری زندگی کردن ها تا کجا؟ و میدونید این همین شکلی گذروندن ها بیچارمون کرده و یه جایی که یه آدمی که به این همین شکلی زندگی کردن ها نگاه کند یعنی چی؟ یعنی مشاهده کند یعنی چی؟ یعنی تعقل کند، یعنی یه نگاه عمیقی به زندگی بندازه و ببینه چرا واقعا وضعیت زندگی من اینه و چرا اینجا وایستادم، برای چی اینجا وایستادم. میدونی خیلی جالبه و اصلا این چیزیه که نه من میتونم به شما جواب بدم نه به هیچ کس دیگه. فقط وظیفه خودتونه. فقط آدمی میتونه این کارو بکنه که با تنهاییش اوکی شده باشه، با تنهاییش اخت گرفته باشه و بتونه به نوعی به درون خودش سفر کنه، ببینه مشکلش چیه واقعا.
و هدف من اینجا اینه که تو این سفره که درونیه کمکتون کنم. خیلی من حتما پیشنهاد میکنم بعد از این ویدیو برید و یه نگاهی بندازید ببینید چه خبره، ببینید واقعا کارهایی که دارید میکنید در طول روز چقدر آگاهی. اصطلاحا میگن طرف رو حالت ایرپلن مود داره زندگی میکنه، هواپیمای خودکاری. مثلا مادرم گفت خب ازدواج کردم، بعد گفتن که باید دکترا بگیری، دکترامو گرفتم، بعد گفتم برو سربازی، رفتم سربازی، بعد گفتم بچه دار شدن، بعد گفتم باید کار خوب پیدا کنی، بعد گفتم پولدار شدم، بعد ماشین گرفتم. تازه خیلی از اینا هم نمیشه و طرف تا آخر عمر خودش رو سرزنش میکنه که چرا یک کدوم از اینا نشده و دوباره این سایکل تکراری، دوباره این چرخه تکراری، دوباره این هویت گرفتن از دنیای بیرون که تمومی نداره، تموم نمیشه، اصلا تموم نمیشه، لامصب تموم نمیشه. این بحث مقایسه به محض اینکه وارد بازی مقایسه، به محض اینکه خودتو مقایسه کنی، بالاخره یه جا ناراحت میشی، بالاخره یه جا افسرده میشی، بالاخره یه جا احساس میکنی که من کافی نیستم و تموم نمیشه. میدونی زمانی تموم میشه که بگی من کافیم، من جای درستی وایسادم. و اینطوری نیستش که با لفظ بگی من کافیم، من فلان، از این پستای مسخره این اینستاگرامی که میگن یه تسبیح بگیر تو دستت یا مثلا روزی 100 بار بگو من میتونم، من کافیم. اینا همش چرت و پرته. این یک احساس درونیه، این یک نتیجه گیری و یک کانکلوژن درونیه. این چیزی نیستش که کسی بتونه بهتون بده، این چیزی نیستش که بتونید با چند تا ذکر رو، نمیدونم مانترا سوترا به دست بیارید. این چیزیه که با خودت به دست بیاری. آخر این ویدیو و ازتون میخوام که مدیتیشن کنید. اول مدیتیشن کنید و بعدش هم این که این قضیه رو جدی بگیرید، این قضیه رو دنبال کنید، ببینید. همین دیدن و مشاهده و کانتمپلیشن کردن، نمیدونم کانتمپلیشن کردن معنای دقیق فارسیش چی میشه، ژرف اندیشی کردن به اصطلاح. ببینید چیه داستان، کجا وایسادی. شما از طریق فکرت هم میتونی به نتایج فوق‌العاده‌ای برسی. خیلی دوستتون دارم. آخر این ویدیوه و ممنونم که تا آخر این ویدیو رو تماشا کردید.